جریان باریدن برف در منطقه قریه تبر ولسوالی سانچارک ولایت سرپول و امروز نیز 13 ماه جدی 1430 که دومین برف و اولین برف نسبتاً بزرگ را سپری ساخته و دومین برف نهایت خوب و سنگینی را در حال شاهد و در حال تماشای باریدن دانه های مزین از 2 روز به این سو می باشیم. عزیزان نهایت محترم، خواستم از طریق این ویدیو و چینل یوتیوب سرپول یلدزری شما را شریک بسازم. میدان فوتسال ترکستان نیز به این شکل فوتسال ترکستان در این برف زیبا به این شکل خاموش و به این شکل رنگ سفیدی را به خود گرفته است. از تماشاچیان محترم و حاضرین نهایت محترم خواهشمند هستیم لطفاً به خاطر نظم میدان با ما همکار باشن. لطفاً بعد از ختم بازی به سمت آقا میلاد سراجی امروز چه فرصت‌هایی را از دست دادن و ببینیم هنوز زمان باقی است که آقا میلاد سراجی نتیجه بازی را حتی 5-1 به نفع خود بسازند. نتیجه بازی 5-0 به نفع تیم قماندانی امنیت سانچارک و نتیجه بازی نیز به این نتیجه به اتمام رسید. لطفاً از مسئولین امنیتی نیز خواهشمند مدال تدایی این تورنمنت و این فینال توسط مسئولین فوتبال و مسئولین ادارات دولتی ولسوالی سانچارک در حال توزیع می باشد. از نایب قهرمان خواهشمند هستیم. نایب قهرمان یعنی تیم دوم، از وزیران تیم دوم، از کاپیتان تیم دوم خواهشمند هستیم. لطفاً به جایگاه تشریف بیارید. کاپیتان تیم دوم. عزیزان محترم، لطفاً به خاطر نظم و دیسپلین این محفل لطفاً با ما همکار باشید. که ما در حال تماشای توزیع مدال نایب قهرمان این تورنمنت توسط مسئولین فدراسیون و مسئولین ادارات دولتی یعنی خادمین خدمتگزار ولسوالی
سنچرک می باشد. از بازیکنان تیم مقام اول زنی شاگردان استاد شیخ اشنان دستیم لطفاً به جایگاه تشریف بیارن به خاطر اخذ مدالشان. از این مدال توسط خادمین فوتبال و خادمین ولسوالی سنچرک برای بازیکنان مقام اول تورنمنت تابستانی ولسوالی سنچرک در حال توزیع و در حال تقدیم می باشد. از طرف اتفاق در از جا دارد از اداره شهرداری ولسوالی سنچرک که از طرف اداره شهرداری ولسوالی سنچرک برای هر دو تیم قماندانی امنیه ولسوالی سنچرک و تیم استقلال یک لباس و 5 عدد کفش فوتبال، 1 عدد توپ که از طرف شهرداری ولسوالی سنچرک محترم مسئول تیم قماندانی امنیه و محترم کاپیتان تیم استقلال فوتبال که از طرف اداره شهرداری برای هر دو تیم لباس به خاطر تشویق جوانان تشکر از اداره شهرداری از طرف حاجی ملا ابراهیم حاجی ولسوالی و مسئول توزیع مشتبه ولسوالی سنچرک یک سیت لباس 5 عدد توپ برای تیم شهردار استقلال کاپیتان تیم فوتبال استقلال. دوستان خواهشمند هستیم ما را درک کنید به خاطر زیادی وقت چون وقت نماز است و دیگر تا انتهای میز بعد از کپی قهرمانی و بعد از نماز شام توضیح می‌گردد و لطفاً مقام قهرمان یعنی کاپیتان تیم اول این تورنمنت یعنی کاپیتان تیم قماندانی امنیه ولسوالی سنچرک خواهشمند هستیم به خاطر کپ قهرمانی لطفاً در جایگاه تشریف بیاورد. منتها هنوز باقی است